چشمان آبی دریاها را دارد و گیسوان سبز گیاهان را. گرمایی از تپیدن جنبندگان در اوست. انسان دیگری است زمین، با جسم خاک و با جان آب. ما را به میهمانی خود میخواند، حیرانمان میکند، حیران سحر خویش، سحر حیات. نگاه کن، حیران میمانی از آنچه زمین در این سرزمین تو را نصیب داده است. زمستون 1382 اجرای پروژه‌ای رو که چندین سال بهش فکر کرده بودیم و تحقیقات اولیه‌اش رو انجام داده بودیم شروع کردیم. تصویربرداری مجموعه حیات وحش ایران رو از کویر شروع کردیم، جایی که یوزپلنگ شاخص‌ترین حیوان ایران در اونجا زندگی میکنه. حیوانی که نوع آسیایی اون حالا فقط در ایران باقی مونده و به شدت در حال انقراضه. حدود 1 ماه در کویر انتظاری بی نتیجه برای دیدن یوزپلنگ شروع امیدوار کننده‌ای نبود. گروه تصویربرداری ما معمولاً به خانواده کوچک 2 نفرمون محدود میشه، چون حیات وحش رو در ایران به سختی و در آرامش و سکوت کامل میشه دید. اوایل بهار برای دیدن شیر ایرانی که حدود 100 ساله در ایران از بین رفته به هندوستان رفتیم. طبق مقررات هند برای تصویربرداری با دوربین حرفه‌ای در پارک ملی گیر باید روزی $1000 بپردازی. حالا فقط 300 قلاده از این نوع شیر در دنیا باقی مونده که همشون در این پارک زندگی میکنن. البته دیدن شیرها در اینجا خیلی هم راحت نیست. ممکنه چندین روز در پارک بگردی و اونها رو نبینی. اما هزینه و زحمتش هرچه بود به حضور شیر ایرانی در مجموعه حیات وحش ایران میارزید. حالا هموطنای ما دست کم میتونن تصویر حیوانی رو که در هنر و ادبیات و فرهنگ ما اونقدر از اون صحبت شده ببینن. با کمک به همکاری مدیر پارک ملی گیر تصاویر خوبی از شیر ایرانی گرفتیم. بعد به پارک ملی بندوگار در ایالت بوپال رفتیم تا ببر بنگال رو ببینیم که شباهت زیادی به ببر مازندران داره. متاسفانه این ببر هم حدود 50 ساله که در ایران به کلی از بین رفته.
بعد از پارک های ملی هند، سفرهای حیات وحش ایران را از پارک ملی گلستان، نگین مناطق حفاظت شده و پارک های ملی ایران ادامه دادیم. دیدن خرس قهوه‌ای و دسته قوچ و میش برای روز اول خیلی خوب بود. خیلی دلمون می‌خواست توی پارک ملی گلستان پلنگ ببینیم. شاید بشه گفت پلنگ‌های ایران بزرگترین پلنگ‌های دنیا هستند، اما متاسفانه دیدن این حیوان باهوش که معمولاً هم شب فعاله اصلاً کار ساده‌ای نیست. همون پلنگ اتفاقا ما باهاش دیدیمش یه روز تو دشت میرزاپور داشتیم می‌اومدیم آلمه که برگشتنی دیدیم که دنبال کوکا می‌خونه. چند تا گراز بودیم، گراز اون برای جاده دیدیم که یه دسته گراز هم به سرعت می‌خواد بیان از جاده رد بشن دیگه، جاده دشت میرزاپور که ما حرکت کردیم یواشان جلوشون دیدیم که یک پلنگ خیلی بزرگی بودن در 12 تا کوک دنبال کرده بود. خیلی هم از زیر جاده رد کرد، مثلا 500 متر پایین‌تر بدن نتونست بگیره و اونجا برگشت دیگه. اتفاقا دیدیم خیلی پلنگ بزرگی بود. اتفاقا پلنگ زیاد دیدیم، یعنی در مدت اتفاقا خیلی پلنگ می‌بینیم داخل منطقه. متأسفانه خب اون تو جا مثلا معمول دوربین داشته باشه، این دوربین کوچیک داشته باشه خیلی خوبه. اتفاقا فیلم برداری کنی ازشون خوبه. مثلا ما دوربین نداریم دیگه، مشکل همینه. این اولین بار بود که مهندس شکیبا رو می‌دیدیم. یک کارشناس بسیار علاقمند محیط زیست که علاقه زیادی به شناسایی و جمع‌آوری حشرات داره. اون این مجموعه رو به موزه پارک میبره. از اون به بعد آقای شکیبا از دوستان نزدیک ما شد و تا آخر پروژه کمک‌های خیلی زیادی بهمون کرد. فرق ندارن آقا از نظر نه از نظر صدا، از نظر صدا که کلی جنگل این بدونیم کجا منطقه چی خبره، گاب کجا هست، چشمه من آب داره نداره، گابا تو چشمه ها قلب زدن نزدن. در پارک ملی گلستان بودیم که خبر دادند در منطقه کالمند یزد گورخری کره‌ای به دنیا آورده. به سرعت از شمال شرق ایران به طرف مرکز راه افتادیم. این تصویرهای گورخرهای ایرانی و کره‌شون حاصل ساعتها نشستن تو این کومه کوچیک و پر از گرد و خاکه. پیش از شروع فیلم برداری و وقتی برای تحقیق‌های اولیه به جاهای مختلف می‌رفتیم، کومه‌های ساخته بودیم تا بتونیم برای دیدن حیوان‌ها در اون مخفی بشیم. البته این یکی رو ما نساختیم و از قبل اینجا بوده.
میگن بهترین موقع برای دیدن حیوان‌هایی که تو کویر زندگی میکنند تابستون و در نزدیکی چشمه آبه. دیدن رد پای یوزپلنگ امیدوار کننده است، اما دوباره 1 ماه انتظار بالای کوهی که از اونجا میشه چشمه آب رو دید، حاصلش فقط دیدن چند ثانیه‌ای 3 یوزپلنگ که از ما فرار میکنند. البته این خیلی خوشحال کننده است، ولی اصلاً کافی نیست. مولم اینجا در چشم آب خوردن، این طرف پایین رفتن این تو دره این پایین، بعد جنگ این طرف بالا رفتن که اینجا ما را دیدن و فرار کردن. آقای جعفرپور محیط‌بان مهربونیه که تمام این روزا ما رو همراهی کرده و خیلی بهمون کمک میکنه. امروز صبح دلش به حال ما سوخته بود و بعد از نماز صبح کلی دعا و نذر و نیاز کرده که ما یوزپلنگ ببینیم. این چشمش تا سرخه یه اینجور قبل از این ما بیایم سر این کومه اومدن سر این چشمه آب خوردن، این مادرشونه طولم حساب اینا اینجا چون قبل زیرش رفتن بعدش مناطق معلوم نمیشه یعنی طوله. تلاش برای دیدن یوز رو ادامه میدیم. در این سکوت و آرامش کویر، خسته از انتظار. اگه دیگران مراقب اطراف باشن ایرادی نداره که چرتی هم بزنیم. بخش دیگه از مجموعه حیات وحش ایران ماهی ها هستند. دکتر اصغر عبدلی که به تازگی از فرانسه برگشته، متخصص ماهی های آب شیرینه. با او و دکتر نادری سفری طولانی رو شروع می‌کنیم، از شمال تا مرکز ایران و در جنوب از بوشهر تا بندر عباس. به رودخانه‌های حوزه خزر در شمال و چشمه‌ها و قنات‌ها در مرکز ایران میریم. اونها از ماهی‌ها نمونه میگیرند و ماهی‌های شاخص آب‌های شیرین رو معرفی میکنند و ما در زیر آب و روی آب فیلم میگیریم. در این سفرها تقریبا همه جا از وضعیت بد حیوونا، تخریب جنگل و رودخونه ناراحت میشیم. در کنار چند چشمه آب گرم در جنوب خیلی متاسف میشیم، چون در این چشمه ها ماهی‌هایی زندگی میکنند که خاص ایرانند و در هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمیشن. اما حالا بدون توجه به این ماهی‌ها، حمام‌های آب گرم در سرچشمه این چشمه‌ها ساخته شده. در طول سفرمون در طبیعت ایران فقط در منطقه گلستانک مازندران بود که دیدیم طبیعت نسبتاً دست نخورده مونده. در اینجا به راحتی میشه گوزن‌های مارال رو از نزدیک دید. برای اینکه به این منطقه برسیم 3 ساعت پیاده روی کردیم.
وسایلمون خیلی سنگین بود و به ناچار برای بردن اونها از قاطر استفاده کردیم. اینجا تنها جایی بود که حمل دوربین رو به دیگری واگذار می‌کردیم. دوربینی که برای تصویربرداری این مجموعه به کار بردیم HT بود و اولین بار بود که در ایران از این فرمت پیشرفته تصویربرداری استفاده می‌شد. تابستون گرم رو در بیابون‌ها، کوه‌ها و جنگل‌های ایران گذراندیم و حالا زمستون سخت از راه رسیده. دورنه‌ها که از قسمت‌های سردسیر کره زمین دارن به طرف مناطق گرمسیر مهاجرت می‌کنن، اینجا در کویر میغان عراق گرفتار سرمای 27 درجه زیر صفر شدن. یکی از پرنده‌هایی که به ایران مهاجرت میکنه دورنای سیبریه. تعداد این نوع دورنا خیلی کمه و خطر انقراض نسل اونو تهدید میکنه. برای دیدن زادگاه دورنای سیبری و ثبت و نشون دادن فعالیت‌های محققای روسی به سیبری میریم. جورج آرشیبال زیستشناس کانادایی هم به اینجا آمده. اون عاشق دورناهاست و تقریبا هر سال به تمام جاهایی که گونه دورنا در آنجا وجود داشته باشه سفر میکنه. For once in my life and never again, I flew in the ultralight. How was your feel? Good. این علامتیه که مدار 60 درجه شمالی رو مشخص میکنه. از این نقطه به بعد قطب شمال شروع میشه. حالا ما تو قطب شمال هستیم، در سیبری که سرزمین ماموت هاست. روز پیش در اینجا بقایای یک ماموت کشف شده.
там это не связано с потеплением климата. Дело в том, нет, ну, дело в том, что его нашли местное население. Там торчал бивень из земли. Они начали нашли вот это 30 лет, начали вот, раскопали, поэтому он, кстати, оттаял. Вверх, там снилась еще часть ноги мамонта вместе с кожей. And besides of skeleton and there's a skin and fur, there is the leg of mammoth. You see? Какого он был размера? پیش از اینکه به ایران برگردیم از سیبری به مرکز اوکا میریم. این مرکز در نزدیکی مسکوه. اینجا یک مرکز تکثیر و پرورش حیوانات در حال انقراضه. دکتر یوری مارکین زیستشناسیه که تمام عمرش رو صرف حمایت از دورنه‌ها کرده و برای دیدن زیستگاه دورنه‌ها در زمستون بارها به فریدون کنار اومده. اون خیلی به ما لطف میکنه و همه چیز رو در مرکز اوکا برای تصویربرداری از دورنه‌ها مهیا میکنه. البته این که تنها وجه اشتراکش با دورنه‌های سیبری در خطر انقراض بودن اونه. مراکز تکثیر و پرورش حیوونا محل‌های خوبی برای تصویربرداران حیات وحشه که متاسفانه در ایران وجود ندارند. اینجا یک مرکز تکثیر و پرورش یوزپلنگه. شان مک‌کوئن زیستشناس ایرلندیه که موفق شده یوزپلنگ رو در اسارت تکثیر کنه. اون گذشته از اینکه یک دانشمند موفق، انسان فوق‌العاده‌ای هم هست. شان در طول پروژه کمک‌های زیادی به ما میکنه. ما برای اینکه نشون بدیم چه کارهایی میشه برای حفظ نسل آخرین یوزپلنگ‌های آسیایی در ایران انجام داد به این مرکز اومدیم و بعدش هم به نامیبیا در افریقا رفتیم. افریقا بهشت فیلمسازهای حیات وحشه. اینجا به راحتی میشه حیوونا رو دید. همه وسایل و ابزار لازم مثل اتومبیل مناسب هم وجود داره و به راحتی میشه راهنمایی رو پیدا کرد که کاملا میدونه یک تصویربردار حیات وحش چی میخواد و باید اونو کجا ببره. خانم لوری مارکر سالهاست که مرکزی رو برای حفظ یوزپلنگ در نامیبیا تأسیس کرده. Hermione, come here.
به ایران برمیگردیم و به کار و سفرهامون ادامه میدیم. حالا 2 سالی میشه که کار تصویربرداری از حیات وحش ایران رو شروع کردیم و 1 سال دیگه شاید هم بیشتر باید کار رو ادامه بدیم. کار تقریبا نصف شده و ما از اونچه انجام دادیم ناراضی نیستیم و به اونچه قراره بعد از این انجام بدیم امیدواریم. شب عیدیه دیگه، شهر خرج زیاد شده، چه که برگشتی هم کرد. نتیجه داری یه چیزی از ما قایم میکنی. ثانیه 31 درجه خوندم اومدم تو. آقا لطیف اینه دیگه برای چی با خودت آوردی اینجا؟ دارم 2 تا سکه چیه که امروز فردا میکنم. نمیدونم من دکتر تاریخ دارم اصلا. لامپول تاریخی بدیم. دکتر فکر اینجا رسیده این وقت یعنی چی؟ نه برو دنبال چه باید میکنی من نمیدونم. مرکز عملیات اکو 3 ویکتور اکونو بگوشم من بستونم به 7R حمله شد. این مذاکره نیست، مبلغش 10 میلیون. میخوای منو بکشی؟ من حرفه‌ای‌ها رو میکشم.